خوش اومدین خانم آقا. ایشالله همه چی رو به راهه. برو تو اتاق، الان منم میام. عمر هنوز نیومده؟ نه خانم آقا. جلیل، زنگ بزن به عمر، بگو باهاش کار دارم. ببین قدیر کجا رفته، کی میاد زنشو جمع و جور کنه. اگه خودم زنگ بزنم باهاشون دعوام میشه. حامله نبوده. حرف بزن جیلان، یه چیزی بگو. چی بگم؟ چه میدونم، داد بزن، فریاد بکش، فوش بده، ولی یه چیزی بگو. تو رو خدا ساکت نمون. جیلان، حرفمو باور نکردی. بابا من وقتی تو رو اونطوری دیدم داشتی به اون مرده میخندیدی، این لباس مباسا، بعدش هم اومدی تو اتاق، خون جلوی چشمو گرفت. همه رو دیدی اما منو ندیدی. به من نگاه کن، تو چشای من نگاه کن. مادر به خدا باید فهمیدی وقتی عقب انداختم فکر کردم حاملم. ساکت شو. هیس. مادر دینا رو بهت یاد میده، میفرستمت پیشش. خرت پرتاتو جمع کن. مادر داری گناهمو میشوری. زیلان، این مدت هر کاری دلت خواست کردی. گفتی حاملم، مادر شدم، واسه من بازی در بیاری. اینا رو مادرت یادت میده؟ اسم من قریشاست. مادر تو رو خدا به قدیر نگو، تو رو خدا خونه خرابم نکن، تو رو خدا خونه خرابم نکن. مادر به دست و پات میافتم، رحم کن بهم، رحم. از جلوی پام برو اونور. کارات یکی دوتا که نیست. من تو رو عروس خودم کردم، آوردم تو امارت خودم، مثل یه عقرب سم زیر پام لهت میکنم. کجایی پسرم؟ اگه خبرت نکنم که خودت نمیای. هر چی میخوای بگی بگو مادر. صورتت چی شده؟ حالا هر چی که شده، تو حرفتو بزن مادر. دوباره با خلیل دعوا کردین مگه نه؟ تو چت شده پسرم؟ داری خودتو خونوادتو جلوی طایفت بی ارزش میکنی، از احترام انداختی. بس دیگه، فردا میری دجله رو عقدش میکنی. لطفاً به من دستور نده مادر. به عنوان پسرت اومدم ولی در مقام خان دارم با حرف میزنم. به من نگو چی کار باید بکنم. اگه خان شدی باید به فکر همه ما باشی، نه فقط به فکر خودت. یه خان به خاطر یه دختر خونوادش رو طایفش رو زیر پا نمیذاره. فقط نباید به فکر خودش باشه. برادرتو ببین، با زیلان عروسی کرد. واسه یه چی؟ واسه یه تو. همه فداکاری کردن، تو هم باید فداکاری کنی. نباید فقط به فکر خودت باشی. به خاطر اون زنی که تو رو رها کرد و رفت چسبید به خلیل نمیتونی هممونو به آتیش بزنی. من همچین پسری نزاییدم. انگشتر باباتم تو دست این عمر ننداختم. بس دیگه مادر، تمومش کن. آره بس دیگه. هرچی گفتم کافیه. فردا اون عقد سر میگیره، اون دخترم از اینجا میره.
از لیلا فاصله بگیر مادر. تو باید دجله رو فردا عقدش کنی. خطبه عقد رو میخونن. راه برگشتی نیست. من که کارم تمومه. عقد مال خودتون، خطبه مال خودتون. اما باید از لیلا دور باشی مادر. فردا صبح زنگ میزنم عاقد بیاد. میریم خونه پهلوانیا واسه عقد دجله. میاریمش خونمون. بیا با هم بریم اینجا یه چیزی بخور عزیزم. نمیخوام. اینطوری نکن دیگه. بیا بریم. اینم بپوش سردت نشه. یه کاری میکنم منو ببخشی. اگه اسم من قدیره به هر قیمتی شده از دل در میارم جیلان خانم. قول میدم. خدا لعنتتون کنه. از پس 4 تا مفنگی بر نیومدی. دست و پا چلفتی. دخترم کجاست حسن؟ دخترم کجاست؟ اون رفت وسط جهنم. اما زیاد قصه نخور. من درش میارم. فردا میریم ماردین دختره رو بر میداریم میاریم. کاری میکنم اون قدیر بز از کاری که کرد پشیمون بشه. از اون خلیلم جریمه مغازه رو میگیریم. میریم هتل. اونجا میمونی. میخوام برم خونه. دیوونه شدی جیلان؟ این همه بلا سرت اومد هنوزم میگی خونه؟ میریم هتل همونجا میمونی. و سلام. اگه مامانم بتونه زنگ بزنه خونه رو میگیره. باشه یکی رو میفرستم خونتون. اول بریم هتل. فعلا مطمئن ترین جا واسه تو هتله. به پلیس خبر دادم. همه جا دنبال مادرتن. پیداش میکنیم نگران نباش. جیلان گریه نکن گلم. تموم شد. به من اعتماد کن. مادرتو پیدا میکنم. سفره نچین. واسه دیار تو سینی سپونشو ببر. گرسنه نره. من کلی کار ریخته سرم. دیار رفت خانم آقا. گفت امروز امتحان دارم زودتر میرم با بچه ها درس کار کنم. فریدم مجبور شد ببرتش. ای بابا مسخره بازی این دخترم تمومی نداره. اوضاع اینقدر به هم ریخته از خانم عین خیالش نیست. دست درد نکنه. الو فیدان. بگو قریشا. به عاقد زنگ زدم. ظهر میاییم اونجا عقدش میکنیم. آها بالاخره قریشا خانم صراط مستقیم رو یاد گرفتین. چشمت روشن. ظهر میام واسه عقد کردنت بالاخره. جدی میگی مادر؟ برم داداشتو بیدار کنم پاشه. خدایا شکرت.
سلی؟ سورپرایز. وای عزیزم مرخصی داشتم با شدم اومدم. مامانم تو رو فرستاده، مگه نگفته لیلا رو تنها نذار؟ چرت نگو لیلا، خودم خواستم بیام. باشه خب خوشحالم کردی. یه قهوه خوشمزه درست میکنم، بعد میرم سر کار و شب زود برمیگردم بریم بیرون. منم باهات میام، خیلی دلم میخواد اون اطراف و روسته ها رو ببینم. میریم میگردیم عکاسی میکنیم و میچرخیم. عزیزم نمیخواد بیای. چرا؟ مامان عمر چند وقت خیلی بهم گیر داده. ای بابا، ساختمونو پلم کرده. چی میگی؟ منم لج کردم و به دکتر زنگ زدم. گفتم تا شهرداری باز نکنه من جلوی در مریضا رو ویزیت میکنم. باورم نمیشه لیلا. آره همینطوره، ولی من پاپست نمیکشم. آقا خلیلم که دید من اونجوریم برام دیروز چادر و بخاری فرستاد. خب راحتم دیگه. والا این آقا خلیلم آدم خوبیه دیگه، از اینجور آدم ها پیدا نمیشه. چی شده؟ یه دفعه به دل همتون نشسته؟ مامانم از یه طرف تا هم از یه طرف دیگه. نمیدونستم انقدر خان دوست داریم. شب بگیم شام بیاد با همون. اوف لیلا اونطوری نگام نکن، به خاطر تو نمیگم. مرد خوبیه، من خوشم اومده. راست میگی؟ یعنی نیاد؟ سلین من خیلی دیرم شده، باید برم. قرار بود قهوه بخوری. خودت درست کن، شب میبینمت عزیزم. باشه عزیزم، بهت زنگ میزنم. خلیل هنوز پا نشدی ها؟ چیه مادر سر صبحی داد و فریاد را انداختی؟ ظهر میخوام بیام واسه مراسم عقد. الان زنگ زدن. معلومه که میان مادر، البته که میان، وگرنه رو ندارن تو صورت مردم نگاه کنن. اگه دخترت بدو نمیرفت یه کاری باشون میکردم، با ارج و قرب تو اون خونه زندگی کنه. اما پیش اومد دیگه، چاره ای نیست. همینم واسه عمر کافیه. بریم. من میخوام برم خونه. میریم گلم، به خدا میریم، اما فعلا امترین جا واسه تو هتله. تو بیا بریم استراحت کن، من 1-2 نفر میفرستم خونه یه نگاهی بندازن. باشه؟ بریم. باشه نجمی، دست درد نکنه. دیگه چیز زیادی نمونده که به دخترت برسی. والا اگه نظر منو بخوای خوب شد که اومدی دنبال دخترت، وگرنه ما چطور میتونستیم اونو رام کنیم؟ اون خلیل، اون قدیر. ها؟ آفرین دختر، آفرین گلبهار. بریم همون هتل قبلی. باشه؟ همون هتلی که مال قدیر بزبی بودیم. به آقت زنگ زدم.
به پهلوانی هم خبر دادم. تو هم آماده شو دیگه. چی کار کنم مادر؟ پاشم اصلاح دامادی بکنم؟ گفتم که باشه. میام دیگه. برو به خانم آقات بگو اگه کل ماردین رو سرم خراب کنه نمیتونه من از مسیرم خارج کنه. ازش نمیترسم. این خانه بهداشت رو باز میکنم. به کارم ادامه میدم. حالا میبینی احمقا. آفرین لیلا، خوب تلفنتو جا گذاشتی. ببخشید میشه از تلفنت استفاده کنم؟ گوشیمو جا گذاشتم. تلفن خرابه خانم دکتر. جدا؟ پس خرابه. فهمیدم. خانم آقا، خانم دکتر نمیره. گفت بهش بگو اگه ماردینم رو سرم خراب کنه بازم نمیرم. گفت ازش نمیترسم. اینجا منتظره. آره که اگه خلیل اومد باز اوضاع رو به هم نریزه. کاش آدم بفرستین حداقل. پس ازم نمیترسه. میدونم چطوری بترسونمش. جلیل، زود بیا اینجا. جیلان، گلم یکم استراحت کن، من باید برم خونه. باشه. جیلان، از دیشب تا حالا همش دارن بهم زنگ میزنن. معلومه یه مشکلی هست، ولی زود برمیگردم. تو یکم همینجا استراحت کن. برگشتنی میبرمت خونه. گفتم برات لباس هم بیارن. یکم دراز بکش. از این لباس مسخرم خلاص میشی. فولاد یادت رفت. خیلی خوب باشه. یه خریتی کردیم دیگه. تموم شد رفت. فراموشش کن. باشه، تو دیگه برو خونت. یکی رو گذاشتم جلو در. نه ترس، تا یه ساعت دیگه میام.
دقیقاً ساعت عقد. وقتی خلیل و عمر تو خونن دختره رو بدزدین. هیچکی نباید بدون کار کیه. تو هم خودتو قاطی نکن. رو چشم خانم آقا. خیلی حواست باشه. نه عمر نه طایفه کسی نفهمه. نباید هیچ نشونی به جا بذارین وگرنه نابودت میکنم. حتما خانم آقا، نگران نباش. میدونم چی کار کنم. خیر باشه جلیل. کجا؟ یه چیزایی واسه عقد لازمه. خانم آقا بالا منتظره. خدایا یه کاری کن به قدیر نگه. خدایا خواهش میکنم. خدایا امروزو به خیر بگذرون. دیگه منو اینطوری امتحان نکن. به پسرام عقل بده. خودت میدونی چاره ای ندارم وگرنه به خاطر این دختر خون و خون ریزی میشه. تو کجایی پسرم؟ کار داشتم مادر. قرار عقد کنن. آره داداش کجاست؟ چطوره؟ آره عقد میکنن. مادرتون اینجا به فکر جون شما باشه، شما دنبال دختربازی خودتون باشین. درست صحبت کن مادر. دروغ میگم؟ داداشت به خاطر اون دختر خلیل رو دیوونه کرد، تو هم دنبال دختر مردم باش. عاقبت بخیر شیم. پسرم شماها دیوونه شدین. تو کار من دخالت نکن. گفتی بیا اومدم. اگه حرفات همین بود برم. فقط اینا نیست. به جای اینکه دنبال دختر مردم باشی مواظب زن تو خونت باش. دیگه شورشو در آورده. تو نمیتونی یکیشو جمعی جور کنی. یعنی چی؟ زیلان حامله نیست. یعنی چی حامله نیست؟ دیشب قش کرد، بردیمش بیمارستان. اونجا دستش رو شد. هممونو بازی داده. من زیلانو به عنوان زنم تو این خونه نیوردم. تو گفتی عروس همه راش دادی، منم قبول کردم. قدیرم تو زنمی، ناموسمی، بیرونت نمی کنم. تو مرامم نیست. اما من بعد نه جاد رو این تخته نه تو قلب من. اینجوری نگو قدیر. تو رو خدا اینو نگو. من اشتباه کردم. تو منو ببخش منو. جاد رو سر من بود. خودت خواستی زیر پام باشی. خدا به راه راست هدایتت کنه. دیگه تو این اتاق جایی نداری.
خان چی شده رستم؟ راستیتش خان پیش بچه ها بودم. کاباره رو در و داغون کردن، اما دست خالی برگشتن. حسن دختر گلبهار رو دزدیده و رفته، ولی حالا میپرسن چی کار باید بکنیم. برن خودشونو بکشن رستم، تو مخ خودشون شلیک کنن که از پس هیچ کاری بر نمیان این بی ارزه ها. حق با تو خان، هرچی بگی حق داری. ببین منو، اون یارو از جلوی چشمتون تکون نخوره، کل آدنا رو زیر رو کنن. هم اون مرتیکه، هم گلبهار رو، هم دخترش رو پیدا کنن بیارن. اگه خودم پاشم برم اونجا، هم یارو رو میکشم هم اونا رو. به روی چشم خان. راستی خان گفتی کاظم دنبال خانم دکتر نباشه؟ بله. ای بابا، دختر گوشیشو یادش رفته ببره. الو، سلام آقا خلیل. ها، سلام خانم اسلین، انشالله خوب هستین که؟ میخواستم با لیلا خانم حرف بزنم. خیلی ممنون، خوبم. والا صبح گوشیشو تو خونه جا گذاشته، منم دارم میرم پیشش خانه بهداشت. میخوایم بگم باهاتون تماس بگیره. اگه ممکنه بله، بهش بگین که من اینجام، به هم زنگ بزنه. باشه آقا خلیل، میگم بهتون زنگ بزنه. به امید دیدار. به امید دیدار. روز بخیر. روز بخیر. خانه بهداشت لطفا. باشه خانم. جیلان، حالت چطور عزیزم؟ بهتری مگه نه؟ میگفتی یه چیزی واسه بیارن، گرسنت نیست؟ از مامانم خبر داری؟ با پلیس آدنا حرف زدم، گفت حسن غیبش زده، همه جا دنبال مادرتن، خونتونم خبری نیست، اما مطمئن باش مادرتو پیدا میکنم، باور کن. تو رو خدا منو ببر خونه. منم که همینو بهت گفتم، اومدم ببرمت خونه. ممنونم. پس یه کاری کنیم، قبل از رفتن با هم یه چیزی بخوریم، بعد برسونمت خونه، باشه؟ بریم پس. زود باش دیگه، یالا. عروس که نمیبری، یالا دیگه. کم مونده، 15 دقیقه دیگه هتلیم.
پسرم خوب شد خانم دکتر، خدا خیرت بده. یه چای درست کنم میخوری؟ ای جانم حالش خوب شد، خیلی خوشحال شدم. شما زحمت نکشید. چه زحمتی؟ این همه برامون کار کردی. باشه من میام بهتون سر میزنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. به خانم آقات گفتی؟ تا وقتی مردم اینجا به من احتیاج دارن من هیچ جا نمیرم. برو همشو بهش بگو. خانم دکتر یه مریض اورژانسی داریم، پاشو بریم. خب برای چی نیوردینش اینجا؟ مریضتون چه اگه خیلی اورژانسی باشه باید بره بیمارستان. حالش خیلی بده، نمیتونه سوار بشه. تو رو خدا بیا بریم. مریض کجاست؟ تو روستاست؟ بازجویی میکنی خانم دکتر؟ میگم مریض داریم، اول روستاست. باشه بریم، اما اگه کار من نباشه باید بریم بیمارستان. خیلی خوب باشه. باشه. ای بابا کجا دارن میرن؟ رفتن که. چادرم خراب کردن. تعقیبشون کن. باشه آبجی. بفرمایین آقای عاقد، خوش اومدین. خیلی ممنون. آقای دامادم اومدن؟ بله اومدن. بفرمایید تو سالن. از امروز آدم میشی. اگه دامادی مثل داماد رفتار کن. نخود هر آش نشو. عمر توریست. من خودم بهتر میدونم چیکار بکنم. آدمیم که نمیفهمه خوب بلدم شیر فهمش کنم. تو نگران نباش راسته. داریم دکتر رو میاریم. شما گفتین نزدیکه. کجا میری؟ خانم دکتر اگه آروم باشی تاریک نمیشه. چند روزی مهمونمونی.
زیلان کجا؟ خونه مادرم. چرا جواب میدم؟ اصلا به تو چه؟ آخه اتاقتو آماده کردم، گفتم بهت بگم وسایلتو بیارم یا صبر کنم خودت بیای. نه امینه، تو کاروبار تو ول کن، با دومت گردو بشکن. ای بابا، بیرونشم کنم؟ میخواد بشکن و بالا بندازه بگه ها بیرونم کردن، ها بیرونم کردن. کی اجیرتون کرده؟ چی میخواین از جونم؟ چقدر حرف میزنی دکتر؟ به تو چه ربطی داره با کی کار میکنیم؟ ما داریم کارمونو میکنیم. ساکت شو دیگه. از چی حرف میزنین؟ ول کنین منو، وگرنه تو دردسر بزرگی میافتین. چی میخواین از جونم؟ دیوونه شدین؟ میخوای حرف بزنی؟ آره؟ ای خدا، اینا کجا میرن آقای راننده؟ بهشون نمیرسیم. یه راهنمایی چیزی بزنی. یه چیزی بگم، اینا خیلی مشکوکن. مشکوک؟ یعنی چی؟ اینجا کسی نیست. یه کم جلوتر چند تا روستای متروکه هست. فکر کنم دارن دوستتون رو میدزدن. میدزدن؟ گمون کنم. خدایا. خلیل خان، ای بابا شمارش کو. ای بابا. مبارک باشه عزیزم. چی بگم؟ به سلامتی. ممنون مادر جون. برو به سلامت. خداحافظ. بفرمایین خانم دکتر، چطورین؟ الو آقا خلیل، تو رو خدا کمک کنین، انگار لیلا رو دارن میدزدن. چی؟ کجا میدزدن؟ کی داره میدزده؟ یه لحظه اطرافمون هیچی نیست. تو راه شیرناک، تو جاده شیرناکیم. لیلا تو ماشین جلوییه، من تصادفی دیدمش، دارم با تاکسی تعقیبش میکنم. الان دارم میام. تو اسم منطقه رو بگو، از راننده بپرس کجایین. من دارم همین الان راه میفتم. تلفن رو قطع نکن. قطع نکنی ها.